با سلام دیگر باره به بینندگان بینید گرامی رادیو زودی و به همه اونهایی که لحظه ها رو در پخش مستقیم آزادی ویدیو تماشا دارم. ساعت به وقتی پراگده هست و من در چند دقیقه دیگر برای شما سرخط خبرهای روز رو میگم، یعنی موضوعی که بعداً در برنامه خبری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. فراموش نکنید برنامه ساعت 5 به وقت دوشنبه تقدیم شما می شود، 1 به وقت پراگ و ساعت 3 به وقت روسیه. ده شهروند تاجیکستان و چین که در این اواخر از چین به تاجیکستان آمدند در تمام بیمارستان‌های کشور بستری شدند. مقامات تندرستی میگوید آنها با کسی علاقه مستقیم ندارند و 14 روز در چنین شرایط نگهداری میشوند. در حالت اشکار شدن نشانه‌های ویروس نو در حجره‌های علایده معالجه خواهند گرفت. در این باره در برنامه خبری برایتان تفصیلات بیشتر میدیم و باید گفت که تعداد گرفتاران بیماری نو که از حیوان به انسان سرایت کرده است در چین و کشورهای دیگر از 17300 نفر هم گذشته است. بیماری تاکنون 362 کس را کشته است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد تاشکند شد. قرار است مایک پومپئو با وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی دایر به همکاری‌های آمریکا با منطقه گفتگو کند. امروز در پایتخت ازبکستان ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه تاجیکستان سیراجدین موهریدی نیز در نظر است. در این باره نیز ما در برنامه خبری برای شما معلومات خواهیم داد. هم کمک پولی دریافت کردند و هم با جای کار تامین شدند. به قول مقامات در ولایت ختلون بعد اعلان عفو محبوسان تعدادی از آنها برای گرفتن کمک پولی و پیدا کردن شغل به آنها مراجعت نمودند. بعضی از این محبوسان عفو شده حاضر شدند که در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند. در عین زمان داستان ولایت ختلون گفت که در 3 ماه اخیر 15 محبوس سابق بعد به آزادی برآمدن دیگر باره جنایت صادر کردند. چون و چرای این موضوع را بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در اختیار شما خواهیم گذاشت. و بینندگان عزیز، در برنامه امروز شما امکان دارید صحبت جورابک مرادوف هنرمند مردمی اتحادیه شوروی را تماشا کنید که میگوید بودجه دولت برای سرمایه گذاری عرصه فرهنگ کافی نیست و هنرمندان همواره در فکر تامین مالی زندگی خود هستند. همزمان او از آن اظهار تاسف میکند که مقامات برای شرکتش در برنامه شام دوستی در شهر تاشکند اظهار آمادگی نکردند. و یک خوش خبر هم هست. ورزشکاران توجیک در مسابقه هشتم بازی بین‌المللی فوجیرا 2020 آید به تکواندو که از 31 ینور تا 2 فوریه در امارات متحده عرب برپا گردید 1 مدال طلا و 1 مدال برنجی به دست آوردند. در این سبقت بین‌المللی بیش از 1800 ورزشکار از 38 کشور رقابت کردند. مدال طلا را به منتخب تاجیکستان مونیسا اویماتوا آورد. ورزشکار دیگری توجیک پرویز میرزویف در رقابت‌ها میان جوانان برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز کرده است. و بینندگان عزیز، این تنها چند نامگوی موضوع ها بود که من برای شما گفتم. البته موضوع بیشتر از این هست که اگر بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری با رادیو آزادی بپیوندید حتما در جریان خواهید بود. ما همه شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. روز خوب داشته باشید.